آقا سلام دوستان، خوبین؟ خوشم سلامت اومدیم با یه ویدیو دیگه دوستان. با اون ادیتی که ترند شده، مثلا چی میگم بهش، ادیت شده ترند شده، میگن که مثلا یه اسکلت میزن بعدش فیلتر از اون سیاه میذارن. اونا میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری اون فیلم ها رو بسازید. آقا اول ما یه دونه چیز انتخاب میکنیم. اینو مثلا اول به نظر من برچسبش رو بردارید. میخواین برچسبش رو بردارید، این شاتو بزنید رو برچسب این شات خودش، بعدش اینجا بزنید حذف رایگان حذف بشه. خب آقا حالا اینجا من یه آهنگ گذاشته بودم، ولی من اینجا جلدش رو صفر میکنم. حالا شما این کاری که من میکنم نکنین. حالا من قبلا ادیت کرده بودم. حالا میایم موسیقی رو میزنیم. یا آهنگی هست توی کانال روبیکان گذاشتم براتون، بریم حتما بریزنش. خیلی آهنگ خوبیه، نگاه کنید. الان اینجا نگاه کنید، مثلا اینجا وای نیست. میریم توی قسمت خلاص ببخش، اینجا وای نیست. بعدش میریم توی قسمت انجماد. این انجماد رو میزنیم. بعدش اون موقع میریم توی اثر. اینجا هم نوشته اثر رو میزنید. بعدش اون موقع میاین اینو انتخاب میکنیم. بعدش که اینو انتخاب کردیم میاین اینجا، میریم باز توی فیلتر. بعدش فیلتر رو توی این دومیه میذارین. بعدش اون موقع که این کاری کردین، حالا میریم توی متن. اینجا متن برچسب رو میزنیم، میریم توی اینجا اسکلت رو میذاریم. این اسکلت رو میذاریم. حالا بریم یه زمان کوتاهش کنم اسکلت رو. خب حالا بریم نتیجهش رو ببینیم. نگاه کنیم. آقا مرسی که این ویدیو رو دیدین. لایک، کامنت، دنبال کردن فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.